آقا یه کرو داریم اینجا. حالا سعی میکنم تو ویدیوهای مختلف طوری که ما انجامش میدیم و بگم. حالا اگه بچه پیشنهادی هم دارن استفاده میکنیم که بتونیم بهترش کنیم. این کار رنگه. این براقم 18 میله. حالا میگم پلی اصطلاحا برای اینکه بعدا میره رنگ پلی ارتام میشه. این 2 میلو میذارم بمونه همیشه و فاصله اینا رو هم روی اره 10 تا 10 تا میبندم که 7 تا باقی میمونه. و این لبرم حالا یه مقدار میذارم چون اینجا یه صافی داریم که میتونیم چسب بزنیم بهتر. به کانتکت میزنیم روش و چون حالا کار رنگ بتونه میشه میخکوب استفاده میکنیم. اینم حالا من در کل قضیه بزرگتر میگیرم مجموعاً میذارم روش یه تستی از قسمتی که شروع کارمونه. حالا این قسمتی که نما داره رو بستم و تستشم میگیرم ببینم خوب میشینه رو کار یا نه. حالا اون فاصله که میبینیشون چسب میخوره آروم آروم میریم قشنگ میچسبه. اینم اوکی. آقا چسبای اینا رو هم زدیم. حالا میخوام بچسبونیم میشه قسمت جلوی کار که شیار نزدم برای اینکه اینجا بتونه بهتر بچسبه. و جلوی کارم میبینی یه تیکه نوار انداختم. زمانی که میخوام اینو بچسبونم اینو ایستاده میذارم اینجا. یکی 2 میلش میره بیرون از خود این کابینتی که داریم برای اینکه بعدا بتونم با فرز بتونم صاف در بیارم با بدن فلاشش کنم. اینجا هم من معمولا میام یه تیکه میندازم. معمولا این باکس رو کوتاه‌تر از باکس اصلی میگیریم عمقشو برای اینکه حالا این زمانی که این کرو دارم میندازم روش کرو 20 میل بزنه بیرون که نصاب میخواد با دیوار اوکیش بکنه، یعنی بچسبونتش به دیوار مشکلی نداشته باشه بتونه راحت رندش کنه. اینم میزنم به عنوان ساپورتش سر ساختمون میتونه حتی این پیچا رو هم در بیاره بگیره اون قسمت اضافهش رو رند. خب همونطور که گفته بودم از این قسمت استارت میکنیم که فیس کارمونه. آروم آروم هم میچسبونیم و حالا میریم تا انتهای کارم ببینیم. آقا یه روش اینه که با دست آروم آروم اینو میچسبونم. یه روش دیگه هم به این صورته. میخوابونیم کف خود کابینت رو میچرخونیم. خب اینم تموم شده کار ماست. اینجا هم فرز زدیم یعنی صاف در اومده و حتی خب نقاش سنباده میزنه بتونه میکنه و جور در میاره کارو. اینجا هم میبینید اون قسمتیه که میگم بیرون میزنه نصاب میتونه ببره و میبینید قشنگم چسبیده. اینجا هم دیگه میخ نزدیم ما چون این خوب چسبیده یه درزی وجود نداره. چسب کانتکت هم جوریه که به این راحتی ها باز نمیکنه و دیگه میخوام استفاده نکردیم. بهترین حالت شد دیگه. خیلی مخلص.